Io sono stato condannato a morte dalla Santa Inquisizione. Sono scappato via con la mia famiglia e l'unico desiderio mio era di arrivare in questa città e vedere lei, Ghayasettin Jamshid. Sono lieto di averlo conosciuto. با اینکه کتب اهل باختر رو تبرک کردم ولی کلام در حد کلیات میفهمم. فقط اگه اشتباه نکنم گفت ارباب کلیسا تهدیدشون کردن، یه همچین چیزی. Io sono qui per tradurre le vostre parole. Grazie. این زبونو میفهمی؟ بله. در بین سالهایی که شما رو ندیدم اوقات خودم رو صرف دونستن ادبیات مسیحی کردم تا با اشتراکات مذاهب آشنا بشم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. باعث افتخاری های بانو، جدا میگم باعث افتخاری. حالا دقیقا چی میگفتن؟ Parlati per favore. Io sono Giordano e questa è la mia famiglia. Sono stato condannato a morte dalla Santa Inquisizione, perciò sono dovuto scappare via con la mia famiglia. نام ایشون جوردانو هست. از طرف دادگاه کلیسا محکوم به مرگ شده بودن و همین دلیل با خانواده مجبور به فرار میشن. La sua fama è risaputa tra tutti i scienziati occidentali. ایشون میگن که نام شما بین عالمان مغرب زمین بسیار پرآواز است. Inoltre abbiamo saputo che il sultano Ulugh Beg ha costruito un magnifico osservatorio in questa città. Perciò abbiamo deciso di venire qui e conoscerlo anche di persona. جوردانو میگه وقتی که شنیدن یک رصدخانه بسیار عظیم به امر امیرزاده اولوغ بیگ در این شهر بنا شده تصمیم گرفتن که به اینجا بیان و شما رو ببینن. یعنی نجوم میدونن؟ Avete interessi per astronomia? Sì, ho una mano anche in teatro. Con la famiglia gestisco un teatro a Venezia. تایید میکنن و میگن علاوه بر تعلق خاطر به علم و نجوم همراه خانوادهشون تو کار نمایشن. گویا تماشاخانه ای رو در ونیز اداره میکنن. این چه کاریه؟ یعنی بپرس چه حرفه‌ایه؟ تا اون مقدار که من میدونم داستان‌هایی مثل شاهنامه که نقش پوشانی بر روی صحنه اجرا میکنن. گمونم همونه که ارسطو یه رساله در بابش نوشته. بله، تا حدودی شباهت داره به شهادتخوانی مانی یا مثل سیاوشخوانی که در بین مردم خراسان رایجه. بهشون بگو خیلی خوش آمدید. Spero che siete comodi. Grazie mille. Potete essere qui. Va bene. Quanto tempo che volete? È meraviglioso. Grazie tanto. محمود، ما بقیه اسباب اساسیه رو میاری؟ ها؟ ما بقیه اسباب اساسیه رو میاری؟ Che bella è. Grazie. Prego. Prego. Sì. اینجا ربع جداری رصدخونه است. ربع جداری. Un quarto. Un quarto? Sì. ربع جداری. Sì, bellissimo. Avevo una domanda. Io sapevo che voi siete una persona credente, per questo avevo una domanda, volevo esporle. Volevo sapere come mai la vostra religiosità o la vostra religione non vi abbia impedito di avanzare o di crescere a livello scientifico. من یه چیزایی در مورد انسان معتقد اگه اشتباه نکنم رشد علمی فهمیدم، ولی آیوانو بگو دوباره تکرار کنن. Ripetati per favore. Io so che lei è una persona credente, per questo avevo una domanda, e la domanda era questa: come mai la vostra religiosità o la vostra religione
non vi abbia impedito di crescere così a livello scientifico. ایشون میگن که شنیدن که شما خیلی آدم معتقدی هستین. سوالشون اینه که میخوان بدونن که چطور دینداری شما مانع پیشرفتتون تو علم نشده. بگو اسلام اتفاقا ما رو مکلف کرده که در همه چیز تفکر کنیم. قرار نیست از چیزی بترسیم. بگو این نوجویی ها ایمان ما رو قوی تر کرده. L'Islam ci porta ai pensieri universali. Sì. E non dobbiamo spaventarci delle nuove esperienze. E questo rafforza tanto la nostra fede. E spero che arrivi il giorno che il Signore Dio faccia scomparire dalla terra il radicalismo che governa la Chiesa occidentale. امیدوارم روزی خداوند شر افراطیون حاکم بر کلیساها رو از سر مردمان مغرب زمین کم کنه. امیدوارم چی میشه؟ Speriamo. Prego. Grazie. Andiamo giù. اردای اونها رو دیده. میگه مردمانی هستند از باختر که آوازه جمشید و سمرقند رو شنیدن و به اینجا اومدن. ای کاش آوازه سمرقند به والی اون بود، نه به موالی. بیهوده خاطرت رو مکدر میکنی اولجای. هرچه هست از آن والیست. ای کاش بیش از اون که به حکمت بیاندیشی، کمی هم به حکومت میاندیشیدی. Perché battono le pentole di rame, bruciano i semi e portano questi talismani? جردانو میخواد بدونه که این تلسمات و اسفند و تشت مسی رو مردم برای چی میخرن. براش از ترس و جهل مردم بود. Sono delle credenze popolari. طوری نگی که پای اسلام تموم بشه. بگو هر جا معرفت کم شد خرافه زیاد میشه. Dove manca la ragione entra superstizione. Ho capito. ایشون جردانو هستن و خانوادهشون به سختی خودشون رو به سمرقند رسوندن که نسیم خرد بهشون بوزه و از غشاهای سخت تحجر علمی که امروز در بلاد باختر حاکمه به در بیان و البته دستی در فرهنگ و هنر دارن و تئاتر یا حرکات نمایشی میدونن. جردن Maestra,
la fama della sua nazione, amore dei suoi governatori per la scienza e i scienziati è risaputo in tutto il mondo. Noi siamo immigrati qui. ما که این زبانو نمیفهمیم. کاش قاضیزاده رومی اینجا بود و ما رو به ترجمان این کلام یاری میکرد. در بین اصحاب ما زباندانی هست که اگر اجازه بفرمایید. چرا که نه؟ کجاست؟ بیرون تختگاه. بگو بیاد. مهمون. از جوردانو بخواه دوباره تکرار کنه. Prego parlate. Maestà, la fama della sua nazione e amore dei suoi governatori per la scienza e i scienziati è risaputo in tutto il mondo. میگن شهرت سرزمین شما و حکومت علم پناه شما در خارج از این ممالک زبان زده همه عالمان باختره. Noi siamo immigrati qui perché siamo alla ricerca della scienza e il sapere. میگن برای دیدار و علم‌ورزی به اینجا کوچ کردند. Abbiamo portato dei regali al magnifico sultano e speriamo che sia del suo gradimento. Sono dei libri di filosofia della scienza occidentale. میگن این هدایا را برای امیرزاده آوردند. کتبی است در حکمت و علوم باختر. امیدوارند مورد پذیرش امیر قرار بگیره. بگو هدایاشون رو میپذیریم. Portate i regali. Bene. Siena. Bernardo. این نابغه در میان ما کیه؟ از کمترین خدمتگزاران جناب غیاث‌الدین هستم. مرحبا. احسنت. خواست من اینه که این کتاب رو به زبان اصیل بخونم. اوقاتی رو به ما اختصاص بده تا این زبان رو یاد بگیریم. مهمانان ما رو عزیز بدارید و از اونها پذیرایی کنید. جوردانو و خانوادش در منزل من اقامت میکنن. تمام وقتم تو رصدخونه است. خونه کامل در اختیارشونه. این انتظار زیادی نیست که نوه تیمور بزرگ بخواد پدرش تعمیرات رزمشون اداره کنه، در حال که بخت با تو یار بود. با این شکست مفتضحانت روبروی خالود. نه خوب بود، راضیم ازش. کجاست؟ کجا باید باشه؟ به دیدار اون مرد کاشی راهی رصدخونه شد. سلام بر امیرزاده بزرگ اولوغبگ میرزا. به کارتون ادامه بدید جناب قوشی. میبینم که مجدانه مشغول کار هستید. بله، امشب در خدمت جناب غیاث‌الدین نزدیکی 2 ستاره بعید رو ثبت میکنیم که بسیار نادر است و دیریاب. مرحبا. احسنت. جناب جوردانو، درست گفتم؟ بله.
طالب همکلامی با مهمانان ترسای خود هستیم. دیلماج شیرین سخن ما کجاست؟ Questa zona è piena di erbe farmaceutiche. E questo che proprietà ha? E questa? Vualesina nel libro di legge lo chiamava آیبانو بله امیرزاده و لغبک در پی شما فرستادن. بسیار خوب. اسکوزی پرگو. زمان دقیق کسوف کیه جمشید؟ همون زمان که پیشتر گفتم، 3 پاس از صبح که بگذره و خورشید به میونه آسمون برسه. عرض ادب خدمت امیر بزرگ. عرض مهربانی ما خدمت شما. مترصد اون بودیم که حضور شما جلوه‌گر بشه تا اسباب همکلامی با این دوستان نویافته رو فراهم کنید. اطاعت امر. مایلیم بدونیم نظام حکومت در اون سوی سرحدات ما به چه سان در حال گذره. اون چه که شنیدیم در باب اقتدار کلیسا در روم بدون پایه که میگن هست یا نه؟ Vorremmo sapere come sono i sistemi di governatura oltre i nostri confini. E quello che abbiamo sentito a proposito della forza della Chiesa romana è vero uno? La Chiesa romana usa tutte le sue forze per creare una diga tra la scienza e la religione. Inoltre coltiva la superstizione e condanna a morte tutti i scienziati con l'accusa di essere atei. جوردانو میگن اقتدار حکومت کلیسای روم بیشتر صرف اون میشه که سد عظیمی میان علم اندوزی و دینداری ایجاد کنه و خرافه و خرافه پردازی رو رونق بده و مردان علمی رو به بهانه‌های مختلف محکوم به کفر و سپس محکوم به مرگ کنه. به چشمش برق شوقی نسبت به اون زن دیدم. احساس شعفی در وجودش موج میزد. به غایت محترم سخن میگفت و به سان بزرگان با او رفتار میکرد. از نگاهش نفهمیدی که به اون زن میلی داره؟ چی بگم؟ هر بار میلش به زنی افتاد گویی منو خوار و ذلیل کرد. رسم زمان است و فتوای شهر، ولی هر بار کسی براش عزیز میشه به این میاندیشم که اولجای بیگی عشقش به اون اندازه نیست که امیر رو سیراب کنه. به تدبیر شما کسانی از بزرگان و ذی‌نفوذان شهر را صدا کردیم که در خدمت شما باشند. البته جناب ابوعیسی خوجندی و رشیدالدین بخاری نیز از ذی‌نفوذان شهر شرفیاب شدند. شنیده اید جمشید کاشانی مدعی شده که خورشید گرفتگی در چه زمانی رخ میده؟ این چه جسارتیه که کرده؟ چه کسی از امر خدا آگاهه؟ تساهل که امیرزاده میکنن سبب دین مردم میشه. بی سبب نیست اونایی که دنبال نجوم میرن ایمانو از دست میدن و خود خدا میدونن. خاتون بزرگ بدونن در شهر شایع کردیم که قیاس دروغگوست. خطا کردین. اتفاقاً باید بر این حرف مرد کاشی پافشاری کنید که اگه کسوف رخ نداد بی اعتباریش آبرویش را به باد بده. و اگر کسوف رخ داد چه؟ آنگاه مردم میفهمن که جمشید کاشانی یک ساحره و از غیب خبر داره. چه چیزی مضرتر از این برای یک سرزمین اسلامی؟ حق به جانب بانوست، اما بدانید سیف‌الدین نخشبی پشتیبان او و سایر علماست. اگر این گونه باشه او نیز به مسیر کفر میره. به راستی او افضلتر از ماست در علم و فقاهت. جماعت بدونید و تردید به خود راه ندید که این از علائم رستاخیز بزرگه و این سبب پایان دوران ماست. پس شما را به توبه و استغاثه میخوانم. بر بلندای تپه جمع شید و قربانی‌های خود را به هدیت عرضه کنید تا قربانی این عذاب نشید. یاوه میگه این خورشید که تیره بشه از پس اون خورشید جدیدی پیدا میشه و همه سعادتمندی. به حرفاش گوش ندید، گمراهتون میکنم. گمراهشان میکنم یا تو؟
ببین که بلوه شده. شما هم چیزی بگید ببینیم کی راست میگه کی دروغ. ابو عیسی و رشیدالدین هر دو خودرو خواندن به نفع این مهم و گفتن که آروم باشید، آروم باشید، خویشتن‌داری کنید. به نام خداوندی که ماه و خورشید را آفرید و آن را اسباب تفکر انسان بزرگان و محدثان آوردند، آن هنگام که فرزند رسول خدا دار فانی را وداع گفت، خورشید گرفتگی واقع شد. آن هنگام هم جماعتی عام ولوله و بلوا راه انداختند که این مهم به سبب همین عزاست. نبی اکرم دست از کار می شوید، به مسجد می رود، خطبه می خواند که ای مردم بدانید خورشید و ماه برای مرگ و میلاد هیچ احدی نمی گیرد و این نشانه نظم الهی است. حال ما را چه شده که امت اوییم در پی رخدادی ساده که به سبب اختلاف ایامه این گونه سرکنده و سراسیمه گشتیم؟ ها به خونه هاتون برید، به هنگام کسوف نماز آیات بخونید که سپاس خداوندی را سزاست که او را در طبیعت نشانه های فراوانی است برای متفکرین. به خانه هاتون برید، به خانه هاتون بروید. جماعت بدونید و تردید به خود راه ندید که این از علائم رستاخیز بزرگه و این همه سبب پایان دوران ماست. از شما رو به توبه و استغاثه میخونم. بر بلندای تپه همه شهر ولوله است و قربانی‌های خود رو به درگاه حیرونم از اونایی که تا دیروز وقوع کسوف رو محال میدونستن، اما امروز خطبه میخونن و مردم رو به شور وقوع کسوف تهییج میکنن. واقع میشه و دلیل اون تردید ندارم که این هم یه بازی دیگه است. جز کفر و الحاد این مرد کاشی که قهر خدا رو با خودش به سمرقند آورده. لعنت خدا بر تو محاسبات خطا نکردم، ولی اون باید بخواد. انشالله که میخواد. سپردم تو شهر جار بزنن هنگام کسوف مردم خیره به آسمون نگاه نکنن. خدا کنه گوش بگیرن، وگرنه معلوم نیست چند نفر بیناییشون زایل بشه. تشت‌هایی از آب آماده کردیم. به همه سفارش کردیم که به انعکاس خورشید در آب نگاه کنند. جناب استاد، جماعتی که هیبتی عجیب و غریب دارن از راه دور اومدن و خواهان دیدار شما. من بزرگ این طایفه‌ام و نامم آذرپاد. ما طایفه‌ای هستیم کهن که خورشید و الهه میترا بر ما سنت مقدس است. پس خورشید را لایزال و خاموش نشدنی می‌دانیم. بر ما خبر رسیده که شما اعلان تاریکی خورشید کرده اید و زمان آن را هم معین. من در مقامی نیستم که در باب صحت و سقم آیین شما حرفی بزنم، ولی این واقع کسوفه. شما احتمالاً در طول عمرتون به دفعات این واقع رو دیدی، نه؟ قطعاً.
اما این الهه میتراست و خورشید که برای لحظاتی تصمیم به این امر میگیرند و روی از جهان پر از گناه برگردانده و بر ما غضب میکنند. این یک اتفاق کاملا طبیعیه. وقتی ما بین خورشید و زمین موضع میگیره این اتفاق میفته. پیشتر از ما بارها اونو ثبت کردن. یعنی زمین هم میچرخه؟ شاید. محاله. چرا محاله؟ بمونید و ببینید. شیوع این خبر در میان عوام اشتباهی بود که مرتکب شدیم. چه این پیشگویی محقق بشه چه محقق نشه. واکنون به یاد ندارم غیاث الدین در محاسبات خود خطایی کرده باشه. اما ازدحام این جماعت در اطراف رصدخانه نگران کننده است. با حضور نیروهای من جای هیچ نگرانی نیست. غیاث الدین کی؟ کسوف کی محقق میشه؟ زمان زیادی نمونده. پس با هم به روبژه داری بریم.